السلام علیکم باتورالی و علیکم. شما چند سال شده در اینجا در هالند که هستید؟ مرا خود در هالند که است 15 سال. 15 سال ماشاءالله. و ای در جلوس چند سال شده در اینجا در هالند که برو مشاوره رو؟ ولای پیشنا شاو گفته بود که 32 سال میشه که جلوس برو مشاوره در هالند در میشاری انها سرپرستی از این جلوس را کی منظم؟ سرپرستی از این جلوس را پاکستانی همون حسینی میشن نامی جلوس هست اینار امونا سرپرستی. و در این جلوس کدام دستا که شامل است؟ من از این جلوس دستا از دستای ترکا است، مراکن است، افغانی است، ترکا است، آذری مردم است، آذربایجان. و مردم یازده تقریبا از چند را دستش که در این جلوس در او شرکت می‌کنند. مردم از مو مردم که است تقریبا اگر ما حساب کنم 8 سال 10 سال میشه. که ما امی جلوس را من از این جلوس شرکت داره امی دسته از خود ترکی برو. در هالند که است سوایی از دناغ که است دیگه جایم که است گو جلوس برو؟ نه دیگه جای جلوس برو نموشه سوایی دناغ. لیکن ازاداری جای ازاداری دیگه جایم است یا فقط اگرمیش در دناغ هست در آمستردام هم جای ازاداری هست، از ترکا خودانش هم داره، در میشار است از ترکا همینجا داره. از آذرگو که است چند جای ازاداری مشاوره؟ نفهمیدم. از آذرگو میگم چند جای است در هالند که است میتر ازاداری مونن؟ از آذرگو که هست مخصوص از آذر مردم یک جای است در روتردام شهر موگن نزدیک دناغ در اونجا است. خیالیم بپروایی که هم شنیدم که است اونجا در نورت هالند است خیال ما. از آذرگو هن بزنا مختلف گروپ است در مختلف نما هست. لیکن به باقاعدگی جلوس دیگه فقط اگه مینش در دناغ هی موشه دیگه. دمی بس دناغ یک دمی شهر بس هالند یک دمی شهر دناغ. بسیار زیاد تشکر باتورالی دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. هم تمام اول برای تمام عزاداران آقا سید الشهدا و دوستان اهل بیت زیارت تسلیت من و شما می‌گنین امروز اینجا موروز شهادت امام حسین را دوم شهادت چیزی مثلا روز عاشورا امروز بله. ما پرسان کردی بودم که این مثلا عاشورا دو روز پنجشنبه است. شما که این روز اتوار که چطور جلوس را گرفتین؟ در اینجا قانون است که در یوروپ دوران هفته مثلا بسیار ترک بسیار جبار است زیاد است مثلا ترافیک و غیره دو سلسله که مثلا پرمیشن گرفته بسیار سخت است برای جلوس برای عزاداری. او که مثلا روز اتوار که هر سال اینجا مخصوص پرمیشن میگیریم که ما می دیو مردم که زیاد تکلیف دادی این سلسله و همونطور که تمام دنیا و نام مثلا هر مسلمان ممالک است مطلب دیگر روز آمیگرا مثلا در یوروپ است در این قلب یوروپ است در این روز اتوار پرمیشن گرفتن است مطلب برای مو یک قسم خیلی ممکنات است علاوه از که دوران است کم در مشکل است در سلسله که محرم امام حسین که مطلب همیشه در روز اتوار بگیریم صرف خدمت است که مطلب دیگر مردم که مشکلات ندیشه. دیگر برادران ما می‌خواستیم گفتگوی کم تفصیل بیان کنم برای شما. 14 سال پیش که آقای امام حسین کدی 72 تا که مطلب قربانی داد برای امسی که مو حق را باید بفهمی مو که مطلب تمیز بهتنی در میکل خوب بد خود میکل سیاهی و تاریکی و روشنایی دیگه اونمو شهادتی امام حسین علیه السلام کدی 72 تا که موی سبق کرد همیشه کد حق باید باشه دیگه ممکن مطلب هر قسم گروه ها و قوم ها که مشکلات پریشانی میبینه ولی بعد از پریشانی که همیشه مطلب یک روز خوب میاد. مو مردم از مو که مطلب فی الحال در وطن در پاکستان در افغانستان در ایران زیر مشکلات زیر پریشانی است
लेकिन ये परेशानी के ज़्यादा दोम न मुने इंशाल्लाह एक रोज़ माए कि वतन अज़मो एक रोज़ माए कि मतलब मर्दुम अज़मो के मतलब इंशाल्लाह द सरबलंदी के मुताबिक कानूनी अहल बैत की मतलब मौर्द दश्त दर्स मौर्द दश्त इंशाल्लाह मतलब इराक पेश मोरी व हर किस्म प्रोग्राम कैसा हर किस्म मतलब कारा किस्म मतलब खूबी और एक्शन तरीका मतलब पेश हो लेकिन आगा यूनुस द قلب यूरोप برادر دایزی مرکز यूरोप की मर्दुम बिल्कुल अलग است कल्चर अलग است आज़ादी به انتها است در این کسا جلوس برکدن به نظر شما چی رقم است؟ وی درسته که یک وقت بود که مطلب اینجا دمی یورپ که سکسیت فهمید مطلب محرم چی است امام حسین کی بود و کی است و درس کربلا مطلب چی معنی داره امروز مطلب الشلوات که است چند نفر از مو مثلا چند نفر سی مراد از من است که مطلب چند مؤمنات از برای مطلب آغاز کرد و امروز که استمود قلب یورپ مطلب این قبر که واضح کده که امام حسین نه تنها مطلب شیعه است نه تنها یک مخصوص گروه است بلکه از تمام انسانای دنیا است از تمام حق پرستا است از تمام گروه ها است که واقعی مطلب برای حق جنگ مونه برای راستی جنگ مونه اون چیزی که است مطلب عالی دمی وقت که است گوشه در کنج دنیا که است مطلب محرم گرفته مشنا درس کربلا که است تمام استیسی آگاش داری است و مو بالخصوص این جنگ مو است که مطلب مو آینده نسل که است بفهماندنی که مطلب اینا مطلب از محرم آگاشنا از عاشورا آگاشنا از درس کربلا آگاشنا از واقع کربلا آگاشنا و از حق آگاشنا یعنی مقصد از مو است بسیار خوب در زینج کسا دیگه مردم هم در این جلوس شرکت مونه یا فقط مردم پنجابی یا ازرق است در اینجا؟ نه در میکل داخل یورپ که مطلب هزار قوم است هزار کلچر است مو میگن ترکاس است ترکیه است مراکش است دیگه لبنانی است مطلب هر قسم نسل هر قسم قوم هر قسم کلچر که است در جلوس شرکت مونه و مطلب از درسای آقای امام حسین که است مطلب نشان بده که مطلب مو واقعی میرار که است فالو بله اینجی که جلوسی دبای نزی جلوس که است دسته آذرگان بود قدازی فقط می مردم هالندی آذری هالند فقط مای یا از دیگه جهان است مای از نه از دی جلوس که است ماشاءالله از دور بر که است مطلب جرمنی بلژیم و از جای دورم دوست است که مطلب ماین شرکت منن و اونا که است مطلب قبلا خبر نداشتی قبلا حال که است مطلب جو وقت پیش رही است پیش رفته رही است اونا د زیاد حالات که است مطلب ماین که فامیلی خود مای محرم مطلب پیش دوستا که است مطلب زندگی اجتماعاً یک چند شاو قیام منن و جلوسی مای محرم را که است مطلب بالخصوص عاشوره امام حسین که است مطلب میخوای از نزدیک بین کردن بسیار خوب بسیار زیاد تشکر آقا تشکر از شما بسم الله الرحمن الرحیم آقای قاسم یاری نوحقانی دسته آذرگوست اینا تقریبا از شما آقای قاسم از چند دیر است که در نوحه میخوانید؟ ما اینجا تقریبا در حدود 10 ساله که در لند هستم و از شروع دیگه که اینجا ما مجلس ها را میگیری نواخانی منی و جلوس بور منی و شاو مجلس هم موشه محتم هم موشه دیگه در ونمزو که است شرکت منی و چند سال شده در این جلوس تقریبا در باقاعدگی دسته آذرگوست بور میشه؟ امی دیگه از حدود 10 ساله که ما همینجیم خومین گرم که هر سال بور موشنه ماشاءالله از او پیش در دسته اگو کس دیگه بودین یا امیتر از گاه امیتر دسته آذرگو برمیشه؟ شروع سالا خود مدسته نبود یک 2 سال 3 سال امیتر بشکشا میمد مگر از تقریبا حدود یک 6 سال موشه که خودون موم دسته برمونه اوه ماشاءالله در این جلوس که است کدام دسته است شرکت کنه؟ در این جلوس دیگه تقریبا از هر مملکت و هر جای است مردم از برادرای ترکا است از عربا است دیگه از عراقیان است از عراقیان از هر جای تقریبا است دیگه مو شیعه که چیزی که در یوروپ هستن دیگه ملکای یوروپ هم در اینج که است ماین برای جلوس از جرمنی از بلژیم از اون جاگا ماین مطلب در این جلوس شرکت کنن بس روزای اول
که شما نوها شروع کرده بودیم بله. بخشش مشکلات نبود؟ مشکلات خو چرا دیگه چون که ما پروفشنال نواخان نی همینجی شروع کرده دیگه کم ذره مشکلات بود که ما نوها نداره و مطلب همی تر پیدا کرده از روی سیدیا خودون مو لیکه کرده و مطلب همی تر بزمی خانی دیگه دازی قلب یورپ که در مرکز یورپ مو در او زندگی مونی بله دازی اینجا این جلوس که در او بر مشه بخش دیگه مردم که بالکل خصوصا بسیار آزادی است دیگه کلچر است دیگه مردم است در نظر شما ضرور است که جلوس باید برشونه؟ ولای خو بسیار ضروره دیگه چون که مطلب مو شیعه است برای امزی چیز عقیده داره دیگه که جلوس خاطی که است باز مو امی از برادرها که است پامفلت هم شایع کردن که او دم در زبان هلندیه هم در انگلیش است دیگه امی تر مردم که جلوس خاطی که موره مردما که پرسان من اگر اگو پرسان کنه ای از خاطر چی است باز زمانی زود پامفلت که است واقعا اشورال لکایه منیشی و امور که است یک دانه که بیده بازو مطلب برای تمام واضح مشکی جلوس از چی مقصد بر شده دیگه یک قسم مطلب تبلیغ است که مطلب مونی امی جلوس بخش حق و باطل برای چیزا که حق و باطل که باید امی مطلب تبلیغ شونه دیگه که جلوس بر شونه باید که دیگه و نمو کار مطلب مونی خدا قبول کنه دیگه که بخش اولادهای ریزه که در اینجا بخش از اینا که در او برای اولادهای آن برای بخش از اینا کو اگو برنامه یا اگو چیز است که در او شما کار کنین باید که اونا که در آزاد ملکا گم نشونن برای اولادهای ریزه خواست تمام کده بسیار خوب چیز نمیه که اونا می جلوسا و می مجلسا را که مینگره بسیار چیزا را اونا تا که کلان مشن خودون چی مفهمن دیگه که چی است مطلب است تمام کده کلانترین قومیه باز از بعد ذمہ داری مادر پدر اما یا که اونا را بوگه که مطلب جلوسات خاطر چی برموشه این مجلسات خاطر چی موشه ماتم و زاداری فلسفهش چیه و از چی خاطر موشنه بس برای اولادها دیگه بخیال از ما که بسیار آسان موشه که اونا بفهمن بسیار زیاد